سلام علیکم. شما از فیسبوک استفاده میکنید؟ البته. شما در یک روز چقدر وقتتون در فیسبوک میگذرونید؟ همگی همین شاید تا 2 ساعت استفاده میکنم. برای چخچخی با دوستامون و اون دوستایی که خارجه هستن اونا خاطی اون صحبتی دوستانه کردن میشه. عموما از فیسبوک استفاده میبرید؟ استفاده میبرم. تقریبا چقدر وقت خود رو در فیسبوک یک هفته یک بار دو بار. بیشتر فیسبوک رو برای چی استفاده میبرید؟ برای چی؟ پروس اینترست نه برامون قماد اینترست نیست اشتباهی که کار کردن. هم میدونم خبر میگیرم друзья رو میبینیم که چی گپ هست نه چی SMS میگیرم میرفت. Я очень редко там сижу, но я как бы захожу туда. Я как бы туда захожу для того, чтобы проверить свои сообщения. Я пою, как бы и рисую в Инстаграме. Я сделала ссылку туда, написала на Facebook. И кому интересно, пишут мне в Facebook туда. از فیسبوک استفاده میبرید؟ کم لکی استفاده میبرم. بیشتر وقتی خودتون در کدام شبکه‌های اجتماعی میگذرونید؟ بیشتر برای همین صحبتی با هم دیگر با جرام ده. چون منبع خبری فیسبوک استفاده نمیبرید؟ نه خبر میبرم استفاده لیکن کم. بعضی گروپ ها میدارن برای همین خبرها دیدن. شما چقدر وقت شد از فیسبوک استفاده میبرید؟ من از سال 2010 از فیسبوک استفاده میبرم. برای که بسیاری کارخانه هم فیسبوک بستن. همچون من هم کارخانه هستم اونجا بیشتر. فیسبوک نسبت به دیگر سوشال سایت‌ها بسیارتر چی است؟ برای معلومات گرفتن آسان‌تر است و خوبتر است. خب شما تقریبا در یک شبانه روز چقدر وقتتون در فیسبوک میگذرونید؟ اساساً وقتای خالگی روز با ممکن یک ساعت نیم ساعت ممکن وقتی کاری بود.